چند روز پیش خودم گفتم بیام یه حساب کتاب کنم ببینم چند ساعت ما زندگی میکنیم. گفتیم خب 70 سال اگه خوب زندگی کنیم و طول عمر داشته باشیم با این شرایط و حالا ما رو آب نبره، سیل نبره، جنگ نشه، بلای سرمون نیاد، زلزله‌ای نشه، خلاصه بگیم رو 70 خوشبینانه 70 رو ضرب داره 365 روز کنیم و ضرب داره 24 ساعت کنیم. یه عددی به دست میاد هولوش 610,000 ساعت، 618,000 ساعت، یه عددی هولوش همین بگو 600,000 ساعت که از این 600,000 ساعت تقریبا میشه گفت حالا نصفش هم خوابی و این حرفا، 300,000 ساعت. حالا ببین این عمر کوتاه داری چی کار میکنی؟ از انجام خیلی از کارا میترسی، استرس داری، خیلی وقت تو این گوشیه تلف میکنی، خیلی وقتا میگی حسش نیست، خستم، خیلی وقتا هم بازیچه دست آدمای دیگه شدی و داری به این فکر میکنی که چرا این برخورد با من کرد، چرا اینو گفت، چرا این کارو کرد. ببین حیف این ساعتا نیست.